بار دیگر درود پر از مهر و صمیمیت خود را نثارتان میکنم. شنوندگان عزیز، صدای مرا مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبون است. شوم است با صداقت، با محبت، با یک جهان آرزو و نیت و عملهای نیک. دوستان عزیز، در آغاز شومی غریبون چون همیشگی ورق میزنیم تاریخ روز را، بعداً صحبت ها را ادامه میدیم. 5 سال پیش 16 ینور 2015 سال در شهر دوشنبه سازشنامه گنرالی بین حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015-2017 به امضا رسید. در این روز سال 2018 مسائل رشد همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و بلاروس محاکمه کرده شدند. 16 ینور تحلیل کرده می شود در تایلند روز آموزگار، در ایالات متحده آمریکا روز آزادی های دینی، در جمهوری دموکراتی کنگو روز قهرمانان. 16 ینور سال 2009 دسته ریگر تدس ترسونزاده برای شرکت در جام مسابقه اتحاد دولت‌های مستقل و بالتیکا از شهر قزان به شهر مسکو فدراسیون رفت. 5 سال پیش 16 ینور سال 2015 جلد سیوم انسیکلوپدیای ملی تاجیک با تعداد 5000 نسخه نشر گردید. 16 ینور سال 2016 بانک آسیایی انفراساختار سرمایه‌گذاری رسما به فعالیت آغاز نمود. مراسم گشوده‌شوی بانک در شهر پکین جمهوری مردم چین برگزار گردید. 16 ینور سال 2002 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادر کردن تحریم‌ها درباره سازمان تروریستی القاعده و حرکت طالبان که در افغانستان قرار داشتند یکدلانه آواز داد. و اینچنین سال 1989 در برزیلیا اولین مرتبه چمپیونات جهان اوید به فوتبال خرد برگزار گردید. تاریخ روز رو ورق زدیم دوستان و معلومات های عجایب و غرایب بشنیدیم. دوستان عزیز، نفرانی که از نزدیکان شما پیوندان شما زود روز دارند می توانید تبریکشان بگویید. ما نیز در تبریکات شما همراه می شویم. برای همه صاحب جشن ها خوشبختی های زندگی، مهر و محبت و وفا و صمیمیت و عشق و عشقی یک دلانه و پاک دلانه را تمنا داریم با صاحب جشن ها و به خاطر میاریم و تبریک میکنیم دوستان و نزدیکان خود رو. تا جای من میدونم یگان دوست من، یگان رفیق من امروز روز ندارد، وگرنه من که حتما تبریکش میکردم، حتما، مخصوصا روی موج رادیو، چون طریق موج رادیو تبریک گفتن به دوستان خود به نهایت یک صمیمیت بیشتر را نشان میدهد که شما در حقیقت مهر و محبتتان نسبت آن آدم زیاد است و حتی توانستید که طریق موج رادیو در پخش مستقیم برنامه تبریکش بگویید. و اگر این کار رو که میکنید حتما که گوشی رو بگیرید، به استودیو مرکزی رادیو موجر زنگ بزنید و تبریکاتی خود رو ارسال کنید، یا اینکه طریق SMS پیامک‌های مسنجرهای وایبر و واتساپ ما با شماره 8967 111 56 46 8965 151 0410. یک سرود از دلیر خانزاده پخش میکنیم، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. Я парил в облаках с любовью на устах. Наши чувства предав, ты обратила в прах. В 4 стенах я пленный, убиваю все мгновения. Сотру все в пустоте, мои мысли о тебе. Закончена и забытая сказка, любовь. Ты разрушила все мечтания.
полетим в мечту мою. Песню я тебе спою, и прекрасно, как в раю. В 4 стенах я пленный, убиваю все мгновения, сотру все в пустоте, мои мысли о тебе. Сказка моя, незаконченная и забытая, сказка любовь, ты разрушила все мечтания. Сказка моя, сказка любовь, любовь, сказка моя незакончена. Сказка моя, незакончена и забытая, сказка любовь, ты разрушила все мечтания. Сказка моя, сказка любовь, любовь. دوستان عزیز، ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شامی غریبان است. دوستان، شام است پر از مهر و محبت. ای عشق من، ای عشق من، در آسمان جستم تو را، بگذشتم از 100 بحر و بر، در 100 جهان جستم تو را. پیدات کردم در زمین، در چشم یاری محجبین. ای عشق من، ای عشق من، هر جا نشانت کافتم. رفتم به پشت کوه قاف، از بیقرانت کافتم. پیدات کردم در زمین، در چشم یاری محجبین. ای عشق من، ای عشق من، در جستجویت سوختم. با نام تو در آسمان 100 اختر افراختم. پیدات کردم در زمین، در چشم یار محجبین. ای عشق من، ای عشق من. خب دوستان عزیز، نظر میکنیم الکی نامه ها اینجا آمدند از شنوندگان ما. در ایما نامش هم این گونه نوشته است: زیبا صنم. خب زیبا صنم در ایما گفته است سرود از مقدس نبی و شادروان مقدس نبی و شراره خاطره ها رو مونید. من از کارگردان عزیز خواهش میکردم که سرود شراره خاطره های شادروان بانوی هنر مقدس نبی و را آماده کنند و پخش کنیم. در اینجا خب نامه دیگر هست، نظر میکنم و بعداً یک لحظه دیگر در واتساپ نیز نویسنده شده است. 6317 نویسنده است. سلام علیکم نویسنده است: شامتان بخیر، اینجا رادیو موجیر است. اگر ها یک سرود از اندی مانید گفته است. 6317 گفته است. بله، اینجا رادیو موجیر است و یک سرود از اندی حتما که پخش میکنیم. خب دوستان عزیز، اینجا سرود درخواستی از مقدس نبی است و از اندی. سرود مقدس نبی و را میشنویم با اشاره کارگردان. سرود آماده است: شراره خاطره ها. توقی بسر توقی شوی بسر چینم سری کوچه ها پرسم خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر
بیاد شدی بچه بریزه جگرت بیاد شدی بچه بریزه جگرت شرارهی خودی رها زیشقی دیری نای ما اگر از تو یاد دلم بفریاد آید اگر از تو یاد آید دلم بفریاد آید بیدی تو منم تکیه به بیدی دیگری یاری تو منم عاشق به یاری دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری شرارهی خودی رها زیشق دیری نای ما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید عاشقی نکن که عاشقی بدبختای عاشق به مثال چومی نورختای عاشق که شدی میگوی دنیا به منای عاشق که شدی میگوی دنیا به منای گوه بینی گوه نبینی سختای گوه بینی گوه نبینی سختای شرارهی خودی رها زیشق دیری نای ما اگر از تو یاد آید بشنوید و استراحت کنید. اینجا استودیو مرکزی رادیو جشن تولد تموم خوبیاست جشن تو شروع زیبای تموم شادیاست جشن تو طلوع روز مقدس برام وقت شکرگزاریه به سوی درگاه خداست عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودن درست مثل بهشته تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک
تو ببین چه شور و حالی و صفایی، راستی که گل سرسبد محفل مایی. این شهر رو روا گلهای خنده واسه توست، آرزوی ما بخت بلند در سال توست. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته. تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک، عزیزم دوست دارم تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. جشن تولد تموم خوبیاست، جشن تو شروع زیبای تموم شادیاست، جشن تو طلوع یک روز مقدس برام، وقتی شکرگزاریه به سوی درگاه خداست. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته. تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک، عزیزم دوست دارم تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. دوستان عزیز، ما را همراهی کنید. پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغت شامی غریبان است روی موج رادیوی موج عزیزان. ساعت در مسکو 20 و 26 دقیقه. اینجا ما از مهر و محبت و لطف و احترام صمیمیت یکدیگر سخن میگیم، چون برنامه با مهر است و با محبت است. حتما که ما را همراهی کردید دلتان شاد خواهد شد. دوستان عزیز، 5055 در واتساپ نویسنده است از فریدون خورشید. اگر امکانتان باشد یک سرود مانید گفته است از فریدون خورشید. خب خواهش میکردم سرود را آماده کنند کارگردان. و اینجا نظر میکنیم به نامه دیگر. دولت بک در ایمان نویسنده است. دولت بکی از افضل شادیف یگان سرود مانید، از استاد افضل شادیف یگان سرود مانید نویسنده است. حتما از استاد افضل شادیف نیز سرود میمانیم. و اینجا سرود اولی که درخواست شده است فریدون خورشید است. خب نظر میکنیم 1680 گفته است از فرزانه خورشید سرود میماند یا نه انتظار باشم گفته است. 1680 حتما از فرزانه خورشید نیز سرود پخش خواهیم کرد. خب اینجا عزیزان سه سرودی درخواستی است پخش میکنیم فریدون خورشید را، بعدا افضل شادی را و فرزانه خورشید را. یک جا میشنویم سرود فریدون خورشید را. تو میدانی ای نگار برده ای از دل قرار، خواهم آشیرم مکن از من تو فرار، خواهم آشد گیرم مکن از من تو فرار، چرا داری تو فرار؟ مرا از بحری خدا با دلم مکن جفا، در رهی عهد و وفا عزیزم مکن خطا، مرا و نازنینم مرا و یار جانی بیمان در سینه من همیشه جاودانی، همیشه جاودانی.
روشن کن محفلی من ای بهار دلی من ای خمار دلی من بیا تو خانه دل روشن کن محفلی من روشن کن محفلی من مرا و نازنینم مرا و یار جانی بمان در سینه من همیشه جاویدانی همیشه جاویدانی تو میدانی ای نگاه برده ای از دل قرار خواهم آغوشت گیرم مکن از من تو فرار خواهم آغوشت گیرم مکن از من تو فرار چرا داری تو فرار چرا داری تو فرار خب عزیزان دل سرود فریدون خورشید رو شنیدید. سرود درخواست شده بود از جانب 5055 شنونده عزیز که در واتساپ نویسنده بودند و اینجا یک نفر دیگر دولتبک در ایما نویسنده اند که از استاد افضل شاه شده سرود ماند و سرود نوبتی دیگر 1680 درخواست کرده است از فرزانه خورشید. یک جا میشنویم افضل شاه شده را.
روزه کی دلم مرد کفن دوزی دلم روزه کی دلم مرد کفن دوزی دلم نیست امروز اگر آن تبون سوزی دلم نیست زان است دلم خارو. شامتان بار دیگر بخیر، بار دیگر درود پر از مهر و محبت رو نثار میکنم تقدیم اون نفرانی که الحال تازه به برنامه ما پیوستند. عزیزان خاطر رسان میکنم برنامه شومی غریبان است، فرهنگی است، فراغتی است، پر از مهر و محبت و صمیمیت و یک جهان عشق و قصه برنامه. دوستان عزیز صدای ما را روی موج رادیو موجی مستقیما میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب طریق نواری آنلاین ویدیویی تماشا میکنید. اینجا یک خبر عاجل است عزیزان. در شهر سنت پتربورگ 14 نفر مهاجران مهنتی از جمهوری ازبکستان و تاجیکستان را از یک قسمش را از روسیه اخراج کردند، یک قسم دیگرش را ورودشان را به روسیه محکم کردند. عموما نسبتشان پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است به سبب آنکه که شب سال نو همین 14 نفر مهاجران مهنتی در دورتسوی پلощади شهر سنت پتربورگ پرچم های یعنی که مگر دولت خود را روی کیفت کرده به نمایش گذاشتند و دقت پلیس را به خود جلب کردند و وقتی که پلیس حجت‌هایشان را تفتیش میکند گویا که در حجت‌های آنها مشکلی ها باشد، قانون شکنی ها دیده شده است، قانون شکنی های ساحه مهاجرتی و به همین سبب شده است که در نسبت این 14 نفر مهاجران پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دیدند و چند از آنها برای اخراج شدن حکم دادگاه در نسبتشون برآمده است. خب آنها را پلیس ناحیه مرکزی وزارت امور داخلی شهر سنت پتربورگ در ناحیه مرکزی دستگیر کرده است، یعنی که سنترال رایون گورد سنت پتربورگ. خب عزیزان صحبت را ادامه میدیم و اینجا سرود درخواستی دیگر از فرزانه خورشید است. سرود را من از کارگردان خواهش میکنم پخش کنیم، آماده است و بعدا صحبت را ادامه میدیم. اینجا نامه های دیگر هست دوستان، من حتما میخوانم، شما ناراحت نشود از اون که من نامه شما رو نمیخوانم، نه حتما نامه های هر یک شما را حتما که میخوانم دوستان و آن سرودهایی که از جانب شما درخواست میشود حتما که پخش خواهیم کرد. بار دیگر شامتان رو بخیر میگویم و ما رو همراهی کنید. سرودهای دلنشین در پیش است.
تشلک نامدی وای وای دلم کردی ویران Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vos quieres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa delicia, un rompecabezas Pero para montarlo que tango la pieza چشمی سیاهی زاغه عاشق نبی نداغه چشمی سیاهی زاغه عاشق نبی نداغه عاشق بینه نبینه وای وای مادر نبینه داغه عاشق بینه نبینه وای وای مادر نبینه داغه مجنون 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 جان 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 دلم کردی حیران سری تشلک نامدی وای وای دلم کردی ویران دلم کردی ویران ای دختر شهری من ادای تو شدم چون اعضای پیرو از قفای تو شدم تو حال زمان باشی من حال مکان تا آخر جمله مبتدای تو شدم دوستان عزیز با یک جهان تمنیات نیک شام شما رو بخیر و شادی میگویم و نفرانی که صدای مرا میشنوید در حال عزیزان دل پخش مستقیمی برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبون است. در اینجا همه موضوع را بررسی کرده میتوانیم. موضوع زیاد هستند. از مهر و محبت و لطف و صداقت نیز سخن میگوییم، از موضوعهایی که بررسی گردیدند، از خبر و گزارش‌هایی که در رسانه‌ها پخش گردیدند از آنها نیز صحبت میکنیم و گفتنی هستم که در مسئله خبرهایی که امروز در سرخط رسانه ها بودند، این تعیین راهبر حکومت نوی فدراسیون روسیه، یعنی که دیمیتری مدویدف دیروز استعفا دادند و به جای اون کس نفر دیگر روی وظیفه آمدند. جلسه کوری کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان، تعیین و علامتگذاری مرز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان که یک منطقه بحثی کمی هم وجود دارد. خب موضوع های دیگر این که وزارت تحصیلات عالی فدراسیون روسیه میخواهد امسال دانشجویان خارجی رو بیشتر از سالهای گذشته بیشتر زیاد قبول کند به مؤسسه های تحصیلات عالی فدراسیون روسیه و دیگر خبر گزارش های زیاد بودند که امروز در سرخط رسانه قرار گرفتند و موضوع های زیاد بودند. از این رو اگر نفر میخواهد در این موضوع ها صحبت کند، در این موضوع ها فکر خود را بیان کند، پیشنهادی داشته باشد، تلفن ها را من تکرار میکنم: 8967 111 5646 8965 151 04 10 میتوانید زنگ بزنید و من آماده هستم که فکر و عقیده شما رو، فکر شما رو گوش کنیم همراه شنوندگان و با همراه شما هم صحبت شویم. سرود نوبتی رو گوش میکنیم.
آخه جز گریه منو کاری نیست. یه عمر از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز دوست منو یاری نیست. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. شدم تا که دل نبر زدم تا که افسوزی که تا که اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. که دادم به وفای دیدم، چند جایی که عمری از پیش کشیدم. دل بهر که دادم به وفای دیدم، چند جایی که عمری از پیش کشیدم. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. بازم دلم گرفتی، گریم اختیاری نیست، گریم اختیاری نیست، آخه جز گریه منو کاری نیست. یه عمر از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز دوست منو یاری نیست. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. از لب‌های سبزم خنده پرزونه، راز دل هستم هیچ کی نمیدونه. باز چه شدم تا که دل نبر زدن ها که افسوزی که تا که اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. که دادم به وفای دیدم، چند جایی که عمری از پیش کشیدم. دل بهر که دادم به وفای دیدم، چند جایی که عمری از پیش کشیدم. اگه عشقم
اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا. خب دوستان صحبت ها رو ادامه میدهیم. اینجا نامه های دیگری درخواستی آمدند و شما نیز ما را همراهی کنید. ساعت در مسکو 25:01 است. روی موج رادیو موجیر برنامه دوست داشتنی فرهنگی فراغتی شومی غریبان است. شام است پر از مهر و محبت و صمیمیت عزیزان. خب در اینجا یک نفر دیگر در واتساپ نویسنده است 7494. عزیز جان ما امروز زادروز دارد، برایش همه خوشی های زندگی رو بخواهید گفته است و سرود سومن و سنگلی رو بمانید. من از کارگردان خواهش میکنم یک دویت در اجرای سومن و سنگلی تا اونی که من کمی لحظه صحبت میکنم پیدا کنند و برای صاحب جشن پخش کنیم. عزیز جان امروز زادروز داشته است، صاحب جشن رو تبریک میگیم. همیشه موفق باشند در زندگی، همیشه خوشبخت باشند، همیشه برکت زندگی نصیبشان باشد و همیشه در حلقه دوستان و پیوندانشان با عزت باشند. دوستان گرامی شما نیز می توانید سلام و درود و پیغام های خود را بفرستید. باز یک نامه دیگر آمد، می توانید سلام و درود های خود را بفرستید، در صورت های درخواستیتان را از ما و من اینجا درخواست های شما را کوشش میکنم که برآورده سازم. نادر زاکیروف پریویت گفته است در کامنت فیسبوک. خاطر رسان میکنم عزیزان که صدای ما رو روی موج رادیو موجیر مستقیما میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اندکلاسنیک، یوتیوب طریق نواری ویدیوی آنلاین. با اشاره کارگردان شده است 7494 سرود رو درخواست کردند برای صاحب جشن عزیز جان. یک جا میشنویم. گفته هایت یادم آمد، سخن بر گفته هایت یادم آمد. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد. جداگی مرا گویان جداگی کن جداگی، جداگی گر کنم جانم برایت، جداگی گر کنم جانم برایت. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد. انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد، انار دانه میکرد یارو میگانه میکرد. چیزی میکرد نمیکرد دل
دیلک مردم میکرد چیزی میکرد نمیکرد دیلک مردم میکرد studio.com لبی جوشیشته ناید یادم آمد با کانالی ما زیپو استودیو ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. لبی جوشیشته ناید یادم آمد دخن سنجیده ناید یادم آمد. خب عزیزان خستگی رو احساس نکنید. در یوتیوب نویساندند شنوندگان ما عزیز شاه شکر سلام برات نمیشه که ساوندترک فیلم تیتانیک رو پخش میکردید برای عاشقان گفته است. حقجوی چه از چلخان خولف سرود درخواست کرده است. باز هم حقجوی نویسنده است سلام سامان جان من یک بیت میخواهم از چلخان خولف. خب دل غریب نویسنده است سلام برادر یک سرود از خسرو فیضی گل رو پخش میکردید. حقجوی ادامه داده سرود چلخان خولف رو انتظار هستم. عزیز شاه شکر نویسنده است برات در شعر خواندد اعضای پیرو حال مبتدا گفتی معین کننده پر کننده ایادت برآمد معین کننده پر کننده حال مبتدا خبرش شب میگویم بعد از شب. خب دوستان عزیز اینجا سر سعید و نویسنده سلام به همه خواهران و تمام مسلمانان امیدوارم خوب هستید گفته است. تشکر از همه شما شنوندگان عزیز. پخش مستقیم فرهنگی فراغتی شومی غریبان وقتی جدا گردیده به انجام رسید. عزیزان دل بار دیگر تکرار میکنم که هر روز دوشنبه تا جمعه ساعت 8:00 شومی غریبان شروع می شود و از آغاز برنامه ما رو همراهی کنید دوستان عزیز. خب من چون از چلخان خولف سرود بسیار درخواست شده است یک سرودش رو پخش میکنم و به همین برنامه رو به انجام میرسانیم. شام هر یک شما رو بار دیگر بخیر میگم. شبتان خوش عزیزان تا پگاه. ضحاک را چون پا و پا بر هم زنیم بزخری بالا قدم در عرصه عالم زنیم و حریم این بر سخن آزاد چون آدم زنیم ما نه آن باشیم بزان و پیش دشمن خم زنیم. کسی قول و قسم بیشکست و رسوا گشت و رفت در قسم هر کسی صادق منعزی گشت بیداد هر کسی قول و قسم بیشکست و رسوا گشت